الو. الو. سلام علیکم. علیکم سلام. سازی خوبی برادر تشکر. بهروز. تشکر، بفرمایید. اکنون واسه از اون که راه و روش دیگر باید عزت نفسی از دیگر نرسیم و آری ای تحقیر و حقارت و دشنامه باشه. من خیلی بله، من تازه حقارت نکردم، فقط میخواستم خودم معرفی کنی کن، یعنی من ای حیث کی تماس میگیرین؟ بازی من معرفی میکنم. بله. آج من معرفی میکنم خودم که من معرفی میکنم. من برای هم گفته ایستم که مقصد خیلی خودم نگیزم مقصد تحقیق نمیکنم. یکم مرمانه دیدی که من کسی را دشنام کرده باشم؟ آیا دیدین؟ نه، برای ما همون طرفدارای کنن که هستن اینقدر دفعه پست بلند هم میزنن نسبت اون نفرایی که طرفداری حکومت کنونی مقصد دعوت امروزه هستن. خب بعد کسایی که طرفداری حکومتن و دشنام میکنن اونها رو نمیبینین؟ برادرانه، دوستانه، دشمنانه داشته باشیم. ما یک صاحب خانه زن، یک مادر، خب ساکن ناحیه یوون. خب شما با قدم قربان چی ربط داره که در صورت در گالریتون صورت قدم قربان ماندید؟ یک قدم قربان یک هنرمندی و یک آوازخوانه که در وقتای چی میگن زیقیمان حلقتی خرسندیوانه میبروره. عجیب، خیلی خوب. این دیگه موضعی در توبه اون رب ندارد. بله بله بله. از کدام اداره تماس گرفتین؟ از کدام اداره؟ ای خونم. اصلا زن مادر براش ننگ است اگر واقعا دروغ میگه. خیلی جای نگران کنی است. شاید صدای شما را میشنون که شما کی هستین، کسایی هستن که شاید میشنون. با او خاطر بیاین قبل از اینکه ما داخل صحبت میشیم، یعنی انسانان ایمانان شخصیت معلوم کنین که از کدام نهاد تماس میگیرین. هیچ وقت از کدام خانه تماس نمیگیرین. این صرف دروغ است. من 100% گارانتی میتونم که اگر شما یک زنی خانشین باشین، ها در فکری او هست که فردا صبح برای فرزند چه غذا بپزی. طبیعی است که زندگی مردم بسیار دشوار است در این شب. با او خاطر بیاین خودتون کانکریت معرفی کنین که بله. من یک گفتم زنی خانشین هستم. من یک مادر هستم. من زن یک نفر مهاجر هستم. فرزندای من هم در مهاجرتن. چه خیلی که تو خود امروز مقصد وطن دوست میلاد دوست میگیری بیلد مردم تاجیکستان در میسوزه. چه خیلی که میگی که امروز مردم 2 میلیون مهاجر داره. حکومت امروزه تاجیکستان شما را قانع کرده نمیتوند. منم خیلی که تو در دعوت حکومت تحقیر میکنی، شخصیت های دعوتی در میرسی. من یک طرفداری بگم حکومت کنونی کشور. برای چی زنی خونشی نکنیسته که قطعی تو هم صحبت شده باشه؟ برای چی باید از کدام اداره یا مقامات تو قطعی باید هم صحبت شدید؟ چقدر زنای خودشین هستن؟ من تو ده هزار مثالا میبرم که گوش میکنن همین اصلا خودت به حیث یک زن وقتی برنامه ما را گوش داری، تو میفهمی که اینجا جنایت کرده استی. میفهمی که اینجا جنایت کرده استی. بچه جنایت کرده است؟ بخاطر چرا یک نفر برای تماشا کردن برنامه میبرن زندانش میکنن؟ چرا شما در آزادی هستید؟ چون از رحمانوف دفاع میکنن براتون، یعنی روا است. درست؟ هر کسی که از حکومت کنونی دفاع میکنه براش روا است تماشا کردن. خب بیا داخلی صحبت شیم. من دیگه وقتی ندارم که برای خود اسناد باز کنم گم فلانی در تا بگو. من تو ده هزار گوش کن که حکومتی را همون طرفداری میکنه تو شتاهی خیلی روز طرفداری میکنه گوش نمیکنی. برای چی؟ برای چی گوشش کنم؟
میگه برای چی نباشه برنامه مخالفین گوش کن هم طرفدار امروز تو خط اپوزیسیونر مخالفی دولت میگیری در اصل تو مخالفی دولت نیستی مخالفی دولت فقط کمبودیای دولت میگه در شخصیت های دولت نمیرسه مدام اونها در شخصیت میرسن بس تو صبر کن مدام که طرف در شخصیت میرسه صبر کن تو تناقل نکپا تو تناقل نکن یاد دقیقه صبر کن بسیار پس که کم طرفتا ای بچه یاد دقیقه صبر کن مدام که طرف در شخصیت میرسه من شهروند جمهوری تاجیکستان از سن 18 بالا هستم حقوق آزادانه فعالیت کردن سیاست دین دولتداری نمیدونم هر چی که حقوق آزادی من است حق کنستیتوسیونی من است چرا میرود در شخصیت میرسه در زن در مادر در پدر در خواهر در برادر در همسایه در هم مکتب در هم دهه در ملا در رئیس محله در فلان فلان چرا میرسن تو گفتی که گوش کن مرا بهروز مرده کی همین رنگی مرده گفتی کال دادی که من خطا گوش میکنم گوش کن من گپو ما تمام کنم بعد گپو تا بگو بیا خیسه که تویته بسم الله الو بفرما اوکی باید دیگم تکرار شما گپ میزنم چه خیلی که خود دولت ملت با قول خودت طرفدارا دوست میداری اما ما هم خیلی دوست میداریم حق شما است اپا حق شما است بهترین من به خدا قسم من ضد اون هستم که شما از رحمانوف دفاع میکنید از رحمانوف دفاع میکنید من ضد اون هستم میگم حقت است دفاعش کو اما سالمانه عادلانه وقتی داخل بحث میشی از سوال پیدا میشود وقتی خودت میبروی همش نقل میکنی میبروی میری تمام نه آخه اینترنت ضعیف است صدات کنده میبیو ولی از خدا آدم گپزنی نمیمونی وقتی که اگر گفتیم طرفداری همین دولته در هجوم میکنی آدم به هر طرف میکنی حاجی من گفتم خطا جنگ همی خدوست همین جنگ میدان جنگ همی از وقتی در مقابل رقیبت برو اومدی حرکت میکنی اگر ایستادی میزنن بیا بفرما بحث درباره همون اوچه عبدالرحمن نمیخیر بله خب هر یک مادر فرزندش دوست میداره البته خب باید فرزندش در همون راه و روش تربیت که هیچ وقت ملت دولت خواهی نمیده اگه میستی که من جواب تیم برای زیادی بعد میگذری آخی من نمیتونم اینجا خاموش بشو خودت بگذری بروی من نمیتونم اینجا خودت خلافی سرقانون کشور گپ زده استی خودت خلافی سرقانون کشور در اینجا حرف زده استی من چه خودت گوش کنم شهروند جمهوری تاجیکستان از سن 18 بالا تو اون رفتار سنتی تا برای اویله و برای خانه بموند ولی سرقانون کشور بالاتر از اون فرهنگ و رفتاری که تو میگویی مستا میفهمی سرقانون کشور در ما میگه که شهروند جمهوری تاجیکستان از سن 18 ساله بالا حق مستقلانه زندگی کردن داره و هیچ وقت در برابر جنایت خیانت کرداری بدی او کسی دیگر جوابگو نیست این سرقانون کشور است باب دو حقوق و آزادی های شهروند خود در اینجا اومده است او چیزی که در داخل زندگی است آورده سی در ساخت دولتداری برابر کرده خلاف سرقانون کشور حرف زده سی میگی تو مرا گوش کن گیجا تا گوش کنم برای معلومات نداری نمیدونی چی گفته سی خلاف سرقانون گپ زده سی جنایت کرده سی گوش کن مرا گوش کن تو قانوندان تو عالم تو حقوق شناس تو یک گریزه که این روز ایتین که جا وای ما کده گم میزنی تو خواهین ملت یکمش دویوم برای مادر نوابسته از آنه که 1 ساله 6 ساله برای مادر فرزنده او در خانهش فرزنده قانونگذاری چیزی دیگر میگه اوی وقتی که فرزند خواهین ملت میشد وقتی که فرزند نان و نمکی ملت و وطن توف کرده طرف ملت سنگ میاندازد بگذار پدر و مادرش نزد قانون دا جواب کرد
همه قمه فهمی من خطی خودت چی دعوا کنم اپا خودت خلافی سرقانون گپ میزنی برای شما قانون کشور قانون نیست شما تجاوز کردگی در این قانون میش کردگی با گفتی گپو قانون قبول ندارید من خطی شما چی بحث کنم قانون کشور خودت تجاوز کردی تحقیرش کردی میگی کی قانون قاعدت یک طرفمان ما امروز هم شما نه یک طرف نمیمونم یک طرف نمیمونم این گپ تری گپ نیست تری گپ نیست تری گپ نیست شما یک نفر میبره توسط قانون و قاعده علم دولت داری تو نفهمیدم امروز فرزند مادر که خیانتکار مادر فقط شعیر رو بد گردوندن نمیتونه البته دولت چورای خودش میبینه برای چی نمیدیده هر یک فرزندی ما که رفتد خیانتکار شود دولت ملت باید شود ما نگاه کرده شیریم در اینجا تمام صبر کن تمام در یادداری جلسه حکومتی رحمانوف او بچه را چی نام داشت شیر کارگری گمرک بلند کرد میلیون ها دلار گفت که تو دزدیدگی چرا زندانش نکرد خیانت به ملکه دولت کرد چرا در آزادی است شهباز چرا در آزادی است میلیون ها دلار دزدید رحمانوف خودش گفت من دهنی کسی دیگه نمیگم رحمانوف گفت تو میلیون ها دلار دزدیدگی 3 خانه داری 2 ماشین داری فلان پول در خارج داری خیانت به ملکیت دولت پول دولت دزدید است چرا در آزادی است تو امروز خیانت کرده است کو فرقش خیانت همش خیانت است چرا او در آزادی است ما شهباز سیاستی باید کار ندارم من امروز در باره اوچهمی عبدالرحمن گفتستم که واقعا از این خبرداره با علم فرزندش یاردم میکرد امروز زیدی دولت ملت خیانتی بچه شد با طرفداری میکرده ما همچون مادر محکوم میکنم همی کاره بگذار فرزندش خواهینه نزد دولت ملت جواب بگه تمام خلاص کردی خلاص لایق شیرعلی میگه که گویم از آن که دوست به طرف به شرف بسرم سنگ زنن که من دم نزنم گویم از آن که تو تنهای و من تنهاتر وطنم آه وطنم آه وطنم آه وطنم من خطی شما چی بگم بگه که من در این کار ندارم من در او کار ندارم من در اوش کار ندارم من در اوش کار ندارم بخر بار نداری آی خانم چی کار داری چی گم کرده است برا تربیه فرزند طبقه برا خانه داری طبقه چی میگوی نه قانون هم میدونی نه کنستیتوسیا را میدونی نه سواد کافی داری نه بحث کردن میتونی من چیت بگم خطی من علمی مادری عبدالرحمن محکوم میکنم بگذار هم خودش هم مادرش نزدی قانون ده برای خیانتشون جواب گرد خب تربیه فرزندای خودم ده مشغولم من میدونم فرزندان با کدام رو در روسیه فرزندات با چی کار مشغولن امروز با وطن ملت خائنی میکنن و اون مادر که طرفدار خائنه من محکوم میکنم من خیانت مادر و فرزند کدام یعنی برای خیانت برای من شهر بده خیانت چی معنی داره برای کدام گروه دولت چیست دولت چیست میدونی دولت چیست وقتی دولت میگو دهان تو پری قن میشه دولت چیست او مرده کیه او مگه قلی زلکا گپ نزنم همون مردک در تلفن بته همون مردک در تلفن بته همون مردک کیه در پیش شده ما گفتم همچین یک شهروندی عادی همچی مادر همچی یک زن این تعریف پریامو تو نمیگذاره این تعریف پریامو تو نمیگذاره این تعریف پریامو تکو تو بره یک اونجا دیگه بگه من همچی یک زن همچی یک مادر همچی یک دلسوز همچی یک کرنی این بره درم پیش فرزندای خودت بگو برای من اگلای گفتی نمیسو که تو زنی مادری خواهری شهروند تاجیکستانی خلاف سرقانون گپ زدیسی چیت بگم گپ نیست مادر جان دست در نکنه ها گپی درست نه برای چی بگم روسیاگی دارین در اینجا تحقیر کردین خلاف قانون هایی که خودتون قبولش داره کردین برای من کنستیتوسیا فرق نداره من ایش زدگیم من اوش زدگیم نکیم مادری فلانی باید زندام را تو با کدوم خودت
من زن گویا که اگه زن میگه سلمان میگه آه بیچاره زن بگو 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 من مادر بگو 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 من خواهر راست میگه گو خوردن اخی بعد استغفرالله زن مادر برای خودتون زن مادر اما اومدن تحقیر کردین در اینجا تهمت کردین خلاف قانونگذاری کشور که خودتون قبول دارین خلاف او گپ زدین چی تون بگم گوشتان کنم گپ نیست زور گفتی نه اخی بچه روی راست دروغ گفتین در کدام کابینت شتگی کدام مرده که دیوس اگر شوهرت باشه دیوس بوده است اگر نه کدام بیناموس دیگه گپ درونزه میگه من گپ زدم خودش تخم کرده گپ نمیزنه بچه جایی که مرده گوشه در زن میتی گپ زن میگوی گیجای منطق دیگه خیال میکنم ما یک آدم که لالای هم خوبه که من زن مادر سلمان جان خب گپ زن نه گپ نزن توبه این مردم دم نمیزنن طوری سر نبرو میشینه من زن من مادر خوش اومدی زن مادر زنان هر روز تجاوز تحقیر کرده چیکارتون کنیم